سلام به قهرمان آینده. قبل از اینکه بریم سراغ ساختن رویاها یه چیزی باید روشن بشه. راز موفقیت چیزی نیست که تو کتابا نوشته باشن. نه یه فرمول ریاضی داره، نه یه نسخه آماده. راز اول موفقیت باور به خودته. آره همینه. باور کن که میتونی. باور کن که لایقش هستی. باور کن که اگه هیچ کس بهت ایمان نداره تو باید خودت رو باور داشته باشی. چون اگه خودت رو باور نداشته باشی هیچ برنامه‌ای، هیچ هدفی، هیچ انگیزه‌ای کار نمی‌کنه. باور اون جرقه اولیه است. اون آتیشی که موتور موفقیت رو روشن میکنه. بذار یه چیزی بهت بگم. همه آدمای موفق یه نقطه مشترک داشتن. اونا خودشون رو باور کردن. حتی وقتی همه گفتن نمیتونی. حتی وقتی شکست خوردن، تحقیر شدن، تنها موندن. برادران رای چند بار شکست خوردن ولی باور داشتن که یه روز هواپیماشون به پرواز در میاد. اگه باور نداشتن همون بار اول جا می زدن. ولی اون باور شد سوخت 1000 تلاش بعدی. حالا تو چی؟ تو هم یه رویا داری، یه هدف، یه خواسته، یه چیزی که دلت براش میلرزه. ولی اگه به خودت شک داشته باشی اون رویا فقط یه خیال میمونه. باور یعنی حتی وقتی هیچ چیز درست پیش نمیره تو هنوز ادامه بدی. یعنی وقتی همه میگن بی خیال تو بگی نه من ادامه میدم. پس از همین لحظه یه تصمیم بگیر. خودتو باور کن. نه به خاطر اینکه همه تشویقت میکنن بلکه به خاطر اینکه تو میدونی چی تو وجودته. اون گنجی که گفتی اولین کلیدش همینه. باور به خودت. اگه این راز رو فهمیدی، اگه حس کردی که وقتش خودت رو جدی بگیری، پس کانال رو سابسکرایب کن، این پست رو لایک کن و بیا تو ویدیوهای بعدی تا راز دوم رو با هم باز کنیم. چون این فقط یه راز نیست، این یه شروع انقلاب درونیه و تو فرمانده این انقلاب هستی.